سلام به همه دوستای عزیز، امید جور صحتمند باشین. امروز آمدیم به ولسوالی شلگر ولایت مزار شریف در قریه علی خان چشمه خواجه سکندر. واقعیت بسیار یک جای دیدنی عالی خوبش است. دیگه خواستیم اینجا برای دوستا ساعه را به تصویر بکشیم. دیگه روزای جمعه خصوصا از ولسوالی های بلخ به اینجا زیاف میان برای سیاحت و بازی و چیزا. دیگه امروز هم گرچند روزی چهارشنبه است و قدر کس نامده. دیگه روزای جمعه اینجا بسیار زیاد مردم میاد بر سیاحت. حال فعلا هم به تصویر بگیریم. دیگه سایه چشمه خواجه سکندر بسیار یک جای سرسبز. ولسوالی شلگره واقعا بسیار یک جای سرسبز دیدنی است، بسیار خوبش. دیگه از نگاه اوی پاک تمیزی دیگه واقعا جوره نداره در سطح ولایت بلخ. نگه خواستیم دوستا از این به تصویر بکشیم. نگه بخیر سلامت باشه.